از یک طرفش اون کس بود، از طرف دیگرش من بودم. بنابراین زحمت های با وجود اومدن صلح و تطبیق صلح را من درک میکنم. این آدم از همه چیزش گذشت، از همش، از کماندیرهایش گذشت، بعضی رهبرهای سیاسی که در اطرافش بودن گذشت، حتی در بعضی موردها از جانش گذشت. من مرد رو تعریف میکنم. در اون خسته که آقای رحمانوف رفته بود، جگر در کار بود و خودگذشتگی. باید آدم از جانش میگذشت داد اونجا میرفت. و یا درای تنگی است که کاملا در اختیار ما بود. هر کاری که میخواستیم، حتی افغان هم کدام سری راه ما رو گرفتن نمیتونستن. ولی این آدم به خاطر نمی صلح، به خاطر که مردم باز دور هم جمع شوند، همین کار کرد. ما از اون آدم هیچ یکون خفگی، از اون آدم هیچ گونه ناراضگی نداریم.